هیچ راه حلی ندارید، مسیرتون همینی هست و به فروپاشی سیاسی نظام منجر میشه. بارها گفتم، به مسئولینم گفتم این رو. بانک مرکزی صبح ساعت 11 به صرافی ها اعلام میکنه که قیمت ارز چقدره. اونو بر چه اساسی میگه؟ بر اساس این میگه که آخر ما میخواد حقوق بده، دولت تعیین کنن که حالا چه قیمتی بایستی که برای امروز ارز بگذاره. بی‌عرضگی دولت هاست در حمایت از منافع مردم. ما در طول جنگ 1365 7 میلیارد دلار درآمد داریم. توی جنگیم، هنوز 3 سال دیگه جنگ ادامه داره. در این دوره ما 3 میلیارد دلار از این 7 میلیارد دلار رو کالاهای اساسی بین مردم توزیع میکنیم با قیمت ثابت دلار 7 تومانی. آموزش و پرورشمون رایگانه، بهداشتمون رایگانه، آموزش عالیمون رایگانه. یعنی اگر که کسی تصادف میکرد میرفت بیمارستان، عمل جراحی میشد، میامد بیرون، 1 ریال پرداخت نمیکرد. چطور میشود که اون موقع میلیون ها مسکن ساخته شد؟ چطور میشود این اتفاق بیفته وقتی که ما 7 میلیارد دلار درآمد داریم؟